مولانا جلال الدین بلخی حکمت و اخلاق اسلامی را به پایه‌های بسیار بلندی نظم برداشت. در سرحد 3 تمدن اسلامی، یونانی و نصرانی پل همدیگر فهمی و تحمل بنا نمود و گفتگوی فرهنگ و تمدن ها را براه انداخت. مثنوی معنوی مولوی هست قرآن در زبان پهلوی. این شاه ازهر بزرگ فرزند ملت تاجیک که یونسکو با تشبث تاجیکستان دایر به تجلیل 800 سالگی آن قرار قبول کرد، در ظرف 10 سالهای آخر در کشورهای گوناگون عالم با تعداد نهایت زیاد چاپ شده است و به کتاب تبدیل یافته است که در میان مردم دنیا خواننده از همه بسیار دارد. من با امر تقدیر 2 مراتب آرامگاه او را زیارت کردم. چه ملت ها و خلقیت ها را نمایندگان مذهب و دین های گوناگون را در سر قبر مولانا نمی بینید. یعنی مولانا گویا که اثرهای آفریده آن با همین شب و روز است، با همه برابر است. برای متحدی، تحمل پذیری، تحمل گرایی، صبر و تحمل، همکاری، همزیستی، دوستی، رفاقت خدمت میکنند. برای همینم همه دوستش می‌دارند. با گذشت 100 سالها پل معنوی و فرهنگی بنیاد نموده مولانا خلق و ملت‌های گوناگون عالم را به هم آورده است و امروز نیز پیروان دین‌های مختلف، مسلمانان و نصرانیان و یهودیان به زیارت آرامگاه او می‌روند و نام و آثار او را گرامی می‌دارند. تمام ایجادیات مولانا به زبان تاجیکی میباشد. امسال نیز با تشبث و پیشنهاد تاجیکستان در یکی از سازمان‌های با نفوذ فرهنگی دنیا، سازمان یونسکو، جشن مولانا دایر می‌گردد و فکر می‌کنم که در معرفی شایسته و شناخت بهتری زبان و تاریخ و فرهنگ ملت تاجیک در عرصه جهانی، اینچنین تحکیم هویت ملی ما نقشی ارزشمند می‌گذارد.